سلام، خوش اومدیم به چنل خودتون. مستر سام هستم، کاکوی خودم، بابای خودم، چیشای خودم. اومدیم با ویدیوی سعی کن نخندی تراینا تو لب، طبق معمول ویدیویی که سامان ادیتور عزیزمون واسمون تدارک دیده ولی این بار قراره با دهن پر از آب ویدیو رو نگاه کنیم. یعنی اگه بخندیم زندگیمون میشه خیس اوور میداره. بریم ببینیم که چی میشه. قبل از هر چیزی لایک کامنت ساب فراموش نشه. از من حمایت بکنید، از چنل خودتون، از کاکوی خودتون حمایت بکنید. نظری، حرفی، سخنی، چیزی اگه دارید توی کامنت ها حتما به هم بگیم. بدون معطلی بریم سراغ اولین ویدیو. اول دهنمون رو پر آب کنیم. شاهین بکش پایین شاهین و صحبت کیه؟ الهیه اشتر صحبت کردن پسر خوب داداش برش چی مزنی؟ یک کم بیا جلوتر اینو نگاه کن. آقا حساب ما چقدر شد؟ قابل شما نداره. حساب شما میشه 569,000 تومان. بفرمایید. مرسی. تخفیف نداره؟ تخفیف که نه، ولی اگر شما اینو بندازید بطری صاف بیاد روی میز کل فاکتورتون رایگان. امتحان میکنیم ایشالله که میشه. یا امام رضا خونه بده، ماشین بده، پول بده، بعدش دیگه مردیم دیگه. حرکت. امام رضا نامه میخونی فدات شم. بگیرم کردمش. میگه چرا نامه رو از آخر میخونی امام رضا؟ یه بار دیگه این تیکر نگاه کنیم. یه پیام دارم برای من که سر اون باختم. همین بود. نامه رو داری از ته میخونی فدات شم. میگه چرا نامه رو داری از ته میخونی فدات شم. کوزیشه اولیش بگیرم کردمش. با فکر خواهد بزنیم هدو. من 3 ساعته دارم برات حرف میزنم. این گوشی چی داره که من ندارم؟ حالت سکوت. خوشتیب دهنت سرویس. وای خوب بود. وای معدم پر میشه که نصفش قورت میدم، نصفش میاد بیرون. الان من چیکار کنم؟ سرازیر میشه. بریم بعدیش. بخشید آقا یه به خاک بر سر. انگار من دوست دختر دارم. ولی موهاش خوش رنگ بوده. آره. پاندا بالاخره وقتش رسیده که جانشین خودتو انتخاب کنی. بابا من تازه جنگجو اجرا شدم. چی کس میگی شیفو؟ تو قرار جای عقبه پیر سگ رو بگیری. آرامش درون اسفنگ کن. بیا کیرام بخور کسکش. عجب سوسیسیه همش گوشت. به کیرام که آرامش بابا. خاک بر سرت. تو دیگه کدوم خری هستی؟ زنتو گاییدم. گرشن من میریزم. نه میتونه، نه نیرو تزمی میتونه جلومو میگیره، نه رئیس جمهور میتونه جلومو میگیره. یه دستمال بده. شد وای کیبورد همه زندگیم خیس شد. وای سامان کیبورد چی کار کنم؟ یه کیبورد باید بخری برام. بابا نی؟ چیه لعنتی؟ خدا وای بهتون گفت شده من پدوفیلم، دوست دارم بچه ها رو بکنم. وای ماما اومد کن. چطوری بچه کن؟ برو عقب وایسا، میخوام تون خودم بذارم. اگر رسولی بیا قرار داری سر کوچه ببینم داری میزنم دهنم سرویس میکنم. خونه منو به جوشم آورده یارو. اسکل اصلا نباشی درست سوپر هم داری؟
میخوره تو فلشم میریزی؟ چق دعوام شده. میخوام روزی 5 بار بزنمش بفهمه با کی طرفه. چه سورپرایزی. چه به ماشینم کردی آسمان. شب دامادی. وای 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 یه بار دیگه از اول ببینید اینو. گردنش آبه تموم شد. شب دامادی علی آقاست اومده آرایشگاه ما تا یه میکاپ مردونه انجام. علی آقا سلیقه عروس بودی یا برادر عروس؟ دوست داری تو سن کم پولدار و مستقل بشی و مثل من ماشینای گرون بخری؟ الان ایری میگی که ما بیایم بده نه ما نمیده ما فقط بکنه. آقا ببخشید میشه یه راهنمایی بکنید؟ نه من فقط دبیرستانی میکنم. خیلی بیش کجا ما به نامت بزنم با من ازدواج میکنی؟ حالا تو بزن به نامم کار تمومه. سلاح اصلی آقا شدم خیس شدم خیس زندگی به تخمم اینم داداشمه به تخم اونم هست. آقا چیزای بیادبی چیه فرستادی سامان؟ کجا به نامت بزنم چیز؟ این حرف دهنتو نبود. ویدیو دار که سمه خزو خیل چی خنده دار. بطروشی وای وای چیکار کنی؟ این چی میگه؟ چند دقیقه دیگه مونده؟ وای هنوز مونده که هنوز مونده. سلاح اصلی اینجاست. حالا توی برو شمشیر بخر. اصلا تو با تانک بیا. بچه خوشگل. راست میگه. خب سلاح اصلی اونجاست. تو با تانک برو، با موشک برو، با نمیدونم جک برو، جا داره ماشاءالله. برو. ببین رفیق پشت من حرف نزن رو درو نمیتونی. بده شیش بشی ریش بشین روش بری کیش. تبلیغ صندوق عقب بود. فهمیدین صندوق عقب داره یا بیشتر نشون بده؟ امین پاشو سهره بگو بهش زنگ میزنم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری مامان کجا داری میری؟ دارم میرم ظرف بشورم. منم میام. من کجا؟ دارم میرم همون. منم میام. بیا. کجا؟ دارم میرم بخوابم. منم میام. بیا. مامان کجا داری میری؟ منم میام. بیا برو تو. همه مریضا رو شفا بده. آجه یکی برده یکی میزه دیگه میز نمیشه رو مانیتور هم بس ویدیو رو بذاریم سعی کن خیس نشی. وای یکم همه مریضا رو شفا بده. خدایا همه مریضا رو فشار بده. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. Stop شو دستمال وای چه وضعی پایین. وای رفت رو یارو. وای توی دستمال خیس فقط فکر بد نکنید. حالا میگم مسترسام هم یه تیکر رو میان کات میزنن میگم مسترسام کارشیه. بدبختی دستمال خیس شده. آب فکر نکن. نه او آبی که فکر میکنه. خیلی خوب بودی. خیلی خوب بود. خدا بگم چی کارتون نکنه. چی میسازین؟ چی جوری به ذهنتون میاد؟ دمتون گرم. آخی تموم شد. باورتون میشه تموم شد. خفه شو بابا خفه. آقا از من موند یه مش
فضای خیس، کلا خیسیدم تو خودم. اینا بود از این ویدیوی سعی کن نخندی یا سعی کن خیس نشی دیگه، خودتون هر اسمی دوست دارین روش بذارین. خیس شدم، شاشیدم، این همه دستمال، کیبورد، همه چی خیسه. لعنت موسم خیسه. شیر بابا همه ایده یمینمون گویز. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. کاکوی خودم، آبجی خودم، چیشام، بابام. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. مثل همیشه حمایت بکنید، کامنت بذارین و اینکه خیلی 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 دوستتون دارم. حمایت بکنید از بچه شهرتون، نه فقط شیراز، نه فقط استان فارس، کل ایران. حمایت بکنید تا منم قوی‌تر و خیلی باحالتر بتونم پیش برم و واسهتون ویدیوی فان، ولاگ و گیم بسازم. مرسی که با من بودین. جای نرید اینجا. تا ویدیوی بعد بدرود.